بریم یکی از دردسرای بزرگ اسنپ امروز ببینیم. همینجور که مشاهده میکنه خیلی صندلی این ماشین به گند کشیده شده و دلیلش اینه که من رفتم که مسافر رو سوار بکنم. گفت که چند تا سبز دارم، بودم 20 تا سبز داشت. گفت بیچم تو ماشین، گفتم بیچی تو ماشین. وقتی سبزا رو برداشتم که سبزا آب انداخته و کل ماشین رو به گند کشیده. به خاطر همین منم شامپو فرش برداشتم، با آبخاطی کردم، یکی دستمالم برداشتم و باش کشیدم رو صندلی. البته بعدم نشد، دقیقا یه خورده بداشت ماشین بیشتر آید میشه، یه خورده تمیز شد. حالا از نتیجهش هم براتون در ادامه میذارم. درسته که در نتیجه ای که میبینید خیلی تمیز نشده، ولی خب حالا قابل قبوله دیگه، نسبت به قبل ترش خیلی خوب شده. بعدش هم که کامل وسیله که استفاده کردم شستم گذاشتم کنار رو، خلاص شد رفت.